است که تو وقتی یک گام بلند میکنی خداوند برای تو 10 گام حساب میکنه. پس باید گام ها تو رو چه؟ افزایش بدید به طرف خوبی. یک به 10 دیگه. الان شما یه پوشاکی از چین میارید، چقدر سود میکنید؟ بعضی حسنات تا 1 به 500 هم میرسونه خداوند تو بعضی اوقات، تو بعضی اماکن. بعضی کارهای خیر به 1 به 700 هم میرسونه. با بعضی از بندگانش دیگه با رقم و ارقام و اعداد چه تعامل نمیکنه. اونا دیگه ویژه هستن، دیگه قنطار میده. تو وقتی به یه مرحله‌ای در تعاملت با خدا رسیدید دیگه خداوند با عدد و ارقام با تو تعامل نمیکنه که بگی حالا 1 به 10. اونجا دیگه والله یضاعف لمن یشاء با صیغه مضارع هم میگه. برای کسی که خدا بخواهد و دوستش داشته باشه بالاتر از 700 هم میده. یضاعف لمن یشاء. حالا ما جز اون یشا باشیم، اون من باشیم. من از صیغه عمومه، از الفاظ عمومه. من عربی و کسی که صیغه مضارع یعنی در آینده همینجور تکرار میشه. مضارع دلالت بر حال آینده و استمراریت میده در لغت عرب. کی به خودش داره ظلم میکنه؟ ما داریم حسنه و داریم سیئه. حسنه از حسن گرفته شده. چه ارتباطی با کارهای خوب داره؟ یک مبحث اصولی هست که حسن داریم و قبح داریم. حسن و قبح، زیبایی و زشتی. در دین اسلام حسن و قبح یا در عقیده اسلامی حسن و قبح، حسن و قبحی است که خدا معرفی کرد. یعنی چیزی حسنه و حسنه که خداوند گفته چه اون حسنه، حتی اگر چشم ما اونم چه چیز دیگه ببینه. وقتی خدا گفت این سپیده، اون سپیده، اون روشنه، اون زیباست، اون حسنه. و اگر گفت این سیاهه، اگه چشم تو سفید هم ببینه اون سیاهه، چون خداوند اونو سیاه. این یک مبحث اعتقادیه. حسن و قبح شرعی. و اگر اینطور باشه خب انسان انگور پاک خوب مفید میره چه تبدیل به شراب میکنه، میاد عقلشونو میپوشونه. وقتی فطرت انسان منحرف بشه شاید زنا هم یک بی‌حجابی هم یک زیبایی و یک کلاس ببینه. خیلی از مسلمان ها امروز پلشتی رو کلاس میدونن، فرهنگ میدونن. یه وقتی میرفتم بندر خمیر با خانواده، دیدم یه موتور جلوی ما بود. خیلی یواش میرفت، منم رعایت کردم که فکر کردم پسرش جلوش نشسته. یه اتوبوسی هم جلو موتوری بود. این میخواست از اون اتوبوس سبقت بگیره. دیدم که همه اونایی که تو اتوبوس سوار بودن سرشون بیرون آورده بودن، نگاه موتوری میکردن. نفهمیدم چیه، ولی ما احتیاط کردیم. یه وقتی خب بچهش جلوش نشسته، پسرش با موتور هم هست، تو جاده اصلی هم هست، بین شهری هست، احتیاط کردیم. خب از اتوبوس سبقت گرفت. ما هم کم کم از اتوبوس سبقت گرفتیم، از موتوری هم سبقت گرفتیم. مقابل موتوری که رسیدیم یه طول سگ، بچه میمون بود، گذاشته بود رو باکش، پسرش نبود. دلش به همین خوش بود مردم دست بهش بزنن، نگاهش بکنن.
یه کلاس دیگه. روزای جمعه کنار ساحل میبینیم خیلی بچه ها مسلمان سگشون تو ماشینشونه، همراهشونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن یه روزی بر امت من میرسه در آخر زمان که یکی از مسلمانا طول سگی رو بیاره تو خونه و تربیتش بکنه، بهش توجه بکنه، مواظبش باشه، براش بهتر از این که فرزندی از کمرش که از نطفه‌ش بیاد تربیت. به مسلمان هم آمده دیگه. اینا همه کلاس دیگه. بچه‌ش رها کرده، بهترین غذا، بهترین حمام، بهترین شامپو، بهترین صابون، بهترین شانه، مثل که دنیا پیچیده شده بوده جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته. پس حسن و قبح اون چیزی است که چه خدا گفته حسنه و خدا گفته زیبایی است. انسان مسلمان وقتی تو همه